تصمیمی که اگر اون روز گرفته نمیشد شاید یاسوجی که الان میشناسیم وجود نداشت. سال 1344 تصمیم گرفته میشه که یک کارخونه قند 1000 تنی توی یاسوج زده بشه. یک پروژه خیلی بزرگی بوده. یه نفر رو میفرستن که اونجا تحقیقات انجام بده و بر اساس اون تحقیقات تصمیم بگیرن که چطوری اون کار اجرا بشه. اون شخص میره و اتفاقا یک تحقیقات بسیار عالی و دقیقی رو انجام میده و ارائه میده این گزارش رو به آقای عالیخانی وزیر وقت اقتصاد اون زمان. توی هر برگ این گزارش یکی نه بزرگ بوده. چرا؟ میگه که توی یاسوج آب هست ولی برای انتقال آب به کارخونه باید حتما از پمپ استفاده بکنیم. وقتی که بخوایم از پمپ استفاده بکنیم حتما نیاز به برق داریم. باید برق کشی بشه. جاده سازی اونجا نداره. باید جاده سازی بشه و از همه مهمتر فرهنگ مردم اونجا یک فرهنگ دامداری و کشاورزیه. فرهنگ صنعتی نیست و ما به مشکل کمبود کارگر میخوریم. با تمام این وجود آقای عالیخانی باید این تصمیم سخت رو میگرفته که آیا یک پروژه ضررده رو شروع بکنه یا نه بیاد این کار رو اصلا متوقفش بکنه. عالیخانی میگه که اتفاقا ما باید این پروژه رو انجامش بدیم و باید شرایط رو براش مهیا بکنیم. اگر این پروژه رو انجامش بدیم مجبور میشیم که پمپ ببریم، مجبور میشیم که برق کشی بکنیم، مجبور میشیم جاده سازی بکنیم و فرهنگ اون منطقه عوض میشه. تفاوت مدیران بزرگ و مدیران معمولی هم دقیقاً همینه. مدیران بزرگ چون چشمانداز بلند مدت رو میبینن باید تصمیمات سخت بگیرن و برای اون پروژهشون باید شرایط رو آماده بکنن، در صورتی که مدیران معمولی اول منتظر آماده شدن شرایط هستن تا بعد یه تصمیم درستی رو بگیرن.